سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با طریقه نصب لونا کلاینت کرک و تنها راه کرک کردنش، چون الان دیگه نمیشه با راه قدیمی که من خیلی دیدم یوتیوبرز کامیونیتی فارسی گذاشتن کرک لونا رو و باید سراغ روش جدید بریم که این که الان میخوام بهتون بگم تنها روش کرک کردن لونا ره. اصلا کار خاصی نداره. تایم ویدیو هم خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که فکر میکنین. تو 5 دقیقه جمعش میکنم. اگه هم حالا کیفیت صدا تصویر بد بود من خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، من تجهیزات لازم ندارم و وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. بریم سراغ ویدیو. اولین کاری که لازمه کنیم واسه نصب لونا کلاینت کرک باید خود لونا کلاینت رو نصب کنید. یعنی باید سرچ ساده راجع به لونا کلاینت، سایتش بالا میاد و دانلود رو میزنین این قسمت و این قسمت حالا توضیحاتش هست دیگه. میتونین لینوکس، مک و ویندوز رو دانلود کنین که حالا ما با ویندوز سر کار داریم. دانلود میکنین، کار خاصی نداره. کلا فکر کنم 6 7 مگابایت لانچرش و دانلودش میکنین، اینستالش میکنین و مثلا الان میونش بالا. تو همین صفحه که اومد دیگه کار نداریم، این لاگین و اینا رو اصلا دستکاری نمیکنین. اینجا استوب بزنین. حالا وای میسین قسمت اصلی کار. ما کار داریم با این اپلیکیشن لونا کرک. این اون چیزی که ما باش کار داریم که من داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم، میتونید برین دانلودش کنید. اجباری نیست عضو شین داخل کانال، فقط همین که کارتون رو بیفته ورش دارین خیلی کافیه. اینو باز میکنید، اپلیکیشن های فایل اینستالر نصبش میکنین، باز میکنید اپلیکیشن رو. اینجا حالا براتون انواع چیز حساباتون رو میاره. شما اولین کاری که باید کنین وقتی وارد حساب میشین اینه که لونا کلاینت باز باشه تو صفحتون و اینجا اد اکانت رو میزنین. حالا اسمی که میخواین بذارین فرق نداره، هر اسمی بذارین فرق نداره. این اگه بخواین با حسابی که از اون تیلانچر اومدین روی لونا کلاینت رو بزنین هم مشکلی نداره. یعنی همون اسمتون اینجا بزنین، میتونین با همون حساب و اون به قول مشخصات برین داخل سرورها اینا. مثلا سرچ میکنین، من خودم اینجا میزنم مایندلکس و آره اشتباه زدم چون حساب اصلیم این نیست اسمش. اینجا یه نیم اسکین میخواد. شما میرین داخل کروم سرچ میکنین نیم ام سی رو باز کنین. نیم ام سی این سایتی که میتونین باش اسکین دانلود کنین، پشتیبانی میکنه از اسکین های این سایت لونا کلاینت و میسیم. باز یکم نت من قویه، طول میکشه ببخشید. اینجا که بالا اومد حالا 1000 تا مدل اسکین داره. شما میتونین اینجا روی اسکین انتخاب کنین این بالای صفحه و وایسین بیاد. حالا 1000 تا مدل داره دیگه، هر مدلی که بخواید میتونین از اینجا دانلود کنین، سلکت کنین و قولی کپی کنین. حالا چیه اون یو آی آیش نمیخواد اینجا، فقط لازمه که مثلا ما همین رو برمی‌داریم، لازمه اسم اسکین رو بردارین. یعنی اینو باید کپی کنینش که حالا کار سخت هم نیست. اینو کپی میکنین و میان اینجا داخل قسمت نیم اسکین پیستش میکنید، کنترل وی پیست میکنید. اینجا سیو رو میزنین، یه چند ثانیه طول میکشه، میبینین که حساب مایندلکس اد شد با همون اسکین که میخوایم و ست دیفالت رو میزنین و دیفالت الان این ست شد اون به عنوان حساب اصلی لونا کلاینت. دیگه کار نداریم برین. حالا نبندینش، لونا کلاینت رو باز میکنین، اون نسخه که میخواین رو انتخاب میکنید. حالا همه نسخه در دسترس شماست، از 1.12 گرفته تا 1.21 و اصلا همه نسخه رو دارین دیگه، هیچ محدودیتی ندارین. هم حالا اپتیفاین فورج و همه چی. من خودم با 1.8 بازی میکنم واسه بدوارد 1.8 اپتیفاین. لانچ کیمو میزنین، با لاگش کار ندارین، وای میسین که بالا بیاد. آره لاگش میبندین، طولم نمیکشه. میبینید کلا 10 ثانیه طول کشه. حالا دانلودش باید کنیم. من دانلودش کردم. دانلودش رو کنم یه رو 20 دقیقه وقت بگیره ازتون. اینجا F11 رو نذارین که فول اسکرین شه، بذارین خودش فول اسکرین شه چون ممکنه کرش کنین. آره حالا یه لحظه تا بالا بیاد. بالا اومد. میبینین که حالا حساب من به اسم مایندلکس اد شده. میبینین خود به خود این قسمت برین، میبینین حالا حساب دیگه هم هست، با این کار نداریم. مایندلکس اد شده و همون اسکرینی که انتخاب کردم و میبینین که اوکی شده، یعنی مشکل کرک ندارین. اینجا میتونین تو همه سرورهایی که داشتین برین، توی سینگل پلیر برین، تو دسترسی دارین به قسمت مادا، کازمتیکا، میتونین اینجا به قول چه اسکیناتون سویش کنین و همشون اینا و چیز دیگه نداره. چون دسترسی دارین دیگه به اون چیزایی که کسایی که اکانت وی آی پی دارن دسترسی دارین. شما براتون هیچ فرقی نداره انگار و حالا مثلا
میبینید که این حساب دیگه هم که اونجا هم بود، میبینید داخل اینجا هم ادش کردم، اینا هسته و این محدودیتی نداره، شما میتونید تا صبح اکانت اد کنید همینجوری. حالا مثلا من اسمشون رو عوض کنم چون اهمیتی نداره. نه انگار اسکینش اهمیت داره، اسکین اگه نباشه نمیاد بالا. حالا در کل خواستم همین رو بهتون بگم، محدودیتی تو ساخت اکانت نداره. شما یعنی میتونید اگه یک اکانت تو بند شد، مشکلی برای پیش اومد، دوباره اکانت بزنین. میبینید من 3 تا اکانت اینجا دارم و همین دیگه، هیچ چیز خاص دیگه نداره. حالا اگه یه تنظیماتی هم واسه مودای بازی خواستین کامنت ها بهم بگین، حتما براتون میذارم 0 تا 100 شو دونه بدونه که اینا رو اوکی کنه، چون واقعا خیلی پیچیده است، اونم توی لونا کلاینت که خیلی پیچیده تر میشه باز همینجوری. تا ویدیو بعدی، فعلا.